الناز اصلا حقش نبود توی همچین رابطه ای باشه. خیلی پسره داشت اذیتش میکرد. خوب شد کات کرد. فرید نظر تو چی؟ فرید؟ ها؟ اصلا حواست هست به من؟ میگم نظر تو چیه؟ یه بار دیگه تعریفش میکنی، حواسم نبود. خیلی زشته یکی باهات صحبت میکنه سرت توی گوشیه. ول کن بابا، دلت خوشه. ول کنم؟ چه طرز صحبت کردنه؟ تو اصلا به من توجه نمیکنی فرید. تو درست صحبت نمیکنی، مثل اینکه نمیفهمی چی داری. اونی که نمیفهمه چی داره تویی، نه من. منظوره؟ الان بهت نشون میدم. چیکار میکنی تو؟ اوه چه خانم خوشگلی، برسونیمت. آقا راه تو بکش برو. به چی کارشی؟ من نامزد دارم آقا. باشه خود زودتر میگفتی. بفرمایید. خدافظ. حالا فهمیدی وقتی یه دختر بهت میگه رفتارتو تغییر بده یعنی چی؟ یعنی دوستت داره، اما بقیه منتظر اینم فقط یه فرصت بهشون بده. ولی من آدمش نیستم، چون تو برام مهمی. نازنین تعریف میکنی بقیه‌شو؟ نازنین با تو هم ها؟ تعریف میکنی بقیه‌شو؟ کدوم؟ چرا اذیت میکنی؟ همین که داشتی تعریف میکردی دیگه. حالا فهمیدی وقتی یکی حواسش بهت نیست چقدر بده؟ بله چشم. تعریف میکنی؟ بابا هیچی دیگه، داشتم میگفتم علت حقش نیست. تو فقط تعریف کن. جونمی کنارمی